سرخط خبرهای مهم. اظهارات نو در سالگرد حادثه‌های خونین بدخشان. پرونده خبرنگار تاجیک را به دادگاه فرستادند و مردم گفتند که از سرعت اینترنت راضی هستند یا نه. سلام بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز جمعه 19 می. Human Rights Foundation، یک سازمان حامی حقوق بشر در نیویورک، از مقامات تاجیکستان آزادی فوری و به قید و شرط الفتخانی محمدشاه و روزنامه‌نگار و نماینده جامعه شهروندی بدخشان را طلب کرده است. درخواست سازمان روز 18 می و در سالگرد حادثه‌های خونین بدخشان صدا داد. الفتخانی محمدشاه و مدیر سازمان ناموس و انصاف روز 17 می سال گذشته در خانه‌اش در دوشنبه دستگیر و دیرتر به گناه تشکیل تظاهرات در خاروق و روشن و اتهام‌های دیگر به 21 سال زندان محکوم شد. خودش چند لحظه پیش از بازداشت در صحبت به خبرنگاران رادیو آزادی گفت جنایت نکرده است. پس از این صحبت خبرنگاران رادیو آزادی از طرف شخصان نامعلوم لطوکوب شده ثبت صحبت الفتخانی محمدشاه و تلفن و دستگاه‌های نوارگیری ربوده شدند. با گذشت یک سال مقامات امور داخلی نه حمله‌وران را یافتند و نه دستگاه را. Human Rights Foundation بازداشت و محاکمه به گفته مسئولانش ساخته الفتخانی محمدشاه و شوهرش خلبش را شدیداً محکوم کرده است. نمایندگان سازمان گفتند قضیه محمدشاه و بیانگری بد شدن وضع حقوق بشر در تاجیکستان است و باید جامعه بین‌المللی به آن واکنشی جدی بکند. مقامات قرقیزستان گفتند که از قاچاق 6 تن انگشت به تاجیکستان پیشگیری کردند. ماشین حامل انگشت را روز 17 می در یک نقطه سرحدی در بادکند بازداشتند. به اطلاع خدمات مرزبانی قرقیزستان، راننده شهروند این کشور بوده تلاش کرده است انگشت را در نزدیکی موضع مزار به خریداران از تاجیکستان بدهد. این موضع در کنار جماعت چارکوه اصفهان جایگیر شده است. تحقیق قضیه شروع شده است. تاجیکستان و قرقیزستان 2 سال باز مناسبت خوب ندارند و مرز برای رو و داد و گرفت بسته است. دو کشور بر سر تعیین و نشانه‌گذاری بیش از 300 کیلومتر سرحد دعوا دارند. پرونده روزنامه‌نگار خورشید فاضلوف را برای بررسی به دادگاه شهر پنجکند فرستادند. در این باره دلفروز صمدوه وکیل مدافع روزنامه‌نگار روز 18 می به رادیوی آزادی خبر داد. قضیه خورشید فاضلوف از طرف اداره امنیت ولایت سوخت تحقیق شده است و برای آنکه روزنامه‌نگار ساکن پنجکند است پروندهش را به دادگاه این شهر فرستادند. هنوز معلوم نیست که مرافعه کی برگزار می شود. خورشید فاضلوف در اول ماه مارس امسال از طرف ماموران امنیتی در شهر پنجکند دستگیر شد. او را به عضویت در سازمان‌های ممنوع گمان بر می‌دانند. خودش رد کرده است. قانون جنایی تاجیکستان برای این اتهام از 5 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. در سال اخیر 8 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک بازداشت و 7 نفر آنها به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق بشر حکومت تاجیکستان را برای زندانی کردن خبرنگاران بارها تنقید کردند. از تنقید پرزیدنت تاجیکستان در مورد سرعت سوست اینترنت در کشور قریب 5 ماه گذشت. پیشتر بعضی از متخصصان و وکیلان گفته بودند که وضع تغییر نکرد. این دفعه همکاران ما از چند نفر در دوشنبه پرسیدند که آیا از سرعت اینترنت راضی هستند یا نه. پاسخ را یک جا می‌بینیم. همین سرعت اینترنت باید بلند کرده شود یا نه؟ بله. برای چی؟ مقصد چیزا را به شبکه‌های اجتماعی در آمدن مقصد خوبتر می شود اگر سرعتش شود. حاضر سوسته؟ بله. همین یادتون باشه چند ماه پیش پرزیدنت گفت که باید بازبینی شود و سرعت اینترنت بلندتر شود. با فکرتون چی به اجرا نشد؟ نمیدونیم که هنوز همون اینترنت بلند شد همین 2 ماه سرعتش. همون خیر است به نظر من. شبکه‌ای که استفاده می‌بریم میگافون پستره با همین 2 ماه پیش پرزیدنت گفته بود که بلند کرده شد. لیکن چرا بلند نشد به فکرتون؟ یا شد در کمی اهمیتی در همین چی دیده می‌شود؟ کارمندان همین مقصد شرکتی علاقه کارمندان علاقه همین
ولی اگر بالانس شود چی بهبودی میشه؟ بالانس شود بهتر میشه برای که ما باز بهبودی در همین درس‌های ما دیده میشه و باز همین برای شخصانی که مقصد در ساحه استحصالات بسیار همین چیز استفاده برده میشه و در مثلا در بانک ها اینترنت استفاده برده میشه و باز ما برای ما دانشجویان بسیارتر چی میشه و که ما دسترس میکنیم موادهایی که درسی که از کتابخانه استفاده برده میتونیم که همین اینترنت بگیریم استفاده بریم. فیسبوک، اینستاگرام. با فکرتون حاضر صورت اینترنت خوب است یا پس؟ نه خوب است نه بالان. نه پس است و نه بالان. خیلی میونده نرمال. بالان باشه که فایده موضوع درسی را اگر میکوبه خیلی غم نمی‌کنه بسیار. نه سیریوس آخه اینترنت ما خیلی خوش رو کار میکنه نمیدونم ای دیگر را 169 ها میگافون سازه ایما سازه دستاتسما سازه. نظر چندی از راهگذران در دوشنبه درباره سرعت اینترنت بود. وضع در گوشه‌های دیگر کشور چگونه است؟ در شرح بنویسید. ماموران ملیسا در ولایت سوخت گفتند که مانع قاچاق تقریباً 60 کیلو مواد مخدر به خارج شدند. با اطلاع رسمی که تصدیقش فعلا از منابع دیگر امکان ناپذیر است، گمانبر قضیه از قرقیزستان بوده است. معلوم نیست در شرایط بسته بودن سرحد او چگونه به کشور وارد شد. در یک نوار وزارت کارهای داخلی روز 17 می گفته شد که نسبت به جوان پرونده گشودند و تحقیق این قضیه به گفته مقامات فرامیلی ادامه دارد. دادستانی ناحیه کوشانیان نسبت به رجب علی دولتزاده مدیر دفتر اکسپدیسیای مبارزه بر ضد ملخ در ختلان با 3 ماده کدکس جنایی از جمله غیر قانونی تقسیم کردن زمین، ساختکاری و قلابی پرونده گشوده است. 3 هفته پیش رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با فعالان ولایت ختلان از رجب علی دولتزاده تنقید کرده گفته بود که او 1 گکتار زمینی مکتب را به شهروندان همچون زمینی نزد حولگی فروخته است. خبرگزاری ازیا پلوس با تکیه به منبعش در دادستانی ولایت نوشت نسبتی رجب علی دولتزاده 12 می امسال پرونده باز شده است، اما معلوم نیست که او بازداشت شده است یا نه. بار اول نیست که در پی تنقید پرزیدنت منصبداران یا خدمتچیان دولتی از کار رانده شده در بعضی حالتها نسبت به آنها پرونده جنایتی می‌گشایند. و در این روز 19 می در سالها و یا قرن‌های گذشته چی روی داده بود؟ خیرمان بخازاده خبر می‌دهد. 19 می سال 2019 در زندان واقع در شهر وحدت آشوب برخاست که در آن 32 نفر 3 زندانبان و 29 محبوس کشته شدند. مقامات گفتند این آشوب را پسر وجه یعنی به نام وزیر جنگ داعش گلمراد حلیموف تشکیل کردند، ولی تصدیق درستی این اتهام توسط منبع‌های مستقل امکان ندارد. سازمان‌های حامی حقوق از تاجیکستان تقاضا کردند که برای بهتر کردن شرایط زندانی‌ها و تأمین حقوق آنها اصلاحات برپا کنند. 19 می سال 2013 زید سعیدов بعد بازگشت از سفر اروپا در فرودگاه شهری دوشنبه بازداشت و بعداً به دادگاه کشیده شد. سابق وزیر صنعت تاجیکستان که 1 ماه بعد از اعلان عزمش برای تأسیس حزب سیاسی با نام تاجیکستانی نو بازداشت و با اتهام چون سوء استفاده از مقام بسیارزنی و رشوه‌گیری به 29 سال زندان محکوم شد، اتهام خود را هیچگاه اعتراف نکرده آن را دارای انگیزه‌های سیاسی نامیده است. 19 می سال 1995 نخستین صحبت روبروی پرزیدنت امامعلی رحمان و رهبری نیروهای مخالفین تاجیک سید عبدالله نوری برگزار شد. این ملاقات در شهر کابل در حضور رئیس جمهور افغانستان برهان الدین ربانی و وزیر دفاع افغانستان احمد شاهی مسعود در قصر رئیس جمهوری افغانستان موسوم به گلخانه صورت گرفت. 2 سال بعدش در مسکو این دو رهبر سازشنامه صلح تاجیکان را امضا و به جنگ شهروندی تاجیکستان نقطه گذاشتند. و حالا نوبت قربی پول. بانک ملی اعلان کرد که $100 آمریکایی به 1091 سومانی برابر است، 100 یورو به 1177 سومانی و 1000 روبل به 136 سومانی. یادآور می‌شویم این قربی رسمی است. قربی اسعار خارجی در بانک‌های تجارتی می‌تواند فرق کند.
бинандагони азиз ба поёни барнома расидем. рӯзу рӯзгори хуш. То дидор дар рӯзи душанбе.